پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی بر کوه احد ایستاده بود، خودش و ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین. کوه احد لرزید. پیامبر صلی الله علیه وسلم پای راستش را بر احد کوبید و گفت اثبت احد، احد بیست، آرام بگیر. فإن علیک نبیا و صدیقا و شهیدین. تو نمیدونی که بر تو نبی ایستاده و صدیقی ایستاده و دو شهید. حالا هر چی میخوای بدگویی این سه بزرگوار بگید، هر چی میخوای لعنت بفرستید. فإن علیک نبیا و صدیقا و شهیدین. تو نمیدونی که بر تو ایستاده این افتخار نصیب تو شده، نبی و صدیق و دو شهید که عمر و عثمان باشه، یکی شهید محراب و یکی شهید قرآن. شبکه اهل بیتی راه اندازی شده، به هر 4 خلیفه و خاندانشون داره فحش میده و اسم شبکش گذاشتن شبکه اهل بیت. تو وقتی به داماد کسی فحش بدید یعنی به دخترش فحش دادید، یعنی به پدر خانمش فحش دادید. ولی الحمدلله که این شبکه خیر و برکت شده برای مسلمانان. خیلی از مخاطبینش هم برگشتن میگن این چیه؟ چون شبکه های دیگه میبینن که همش احترام و عزت و ادب، خوبی خلفا داره میگه. پیامبری که نتونست 4 تا از بهترینش تربیت بکنه، یا اون 4 نفری که نزدیکترین به او بودن که به 2 تاشون زن داد و از 2 تاشون زن گرفت، با اونها وصلت کرد، نتونست درست تربیت بکنه. این شبکه ها مثل داستان افک در مدینه. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. مواظب شبکه های ماهواره‌ای باشید. شبکه های عقیدتی و انحرافی در عقیده و ایمان و عقیده و توحید، و ما در بزرگانی که دین را به ما رسوندن شک نمی کنیم. تنقیص اونها نیست. شما داستان دفن شدن حضرت عمر رضی الله عنه در حجره ام المؤمنین عایشه رو شنیدید؟ وقتی که امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه در محراب خنجر خورد و فهمید که این خنجر خنجر شهادت و دعای پیامبر در حقش مستجاب شده و دعای خودش هم مستجاب شده که میگفت خدایا جهاد در راه خودت و دفن در شهر پیامبرت نصیبم بکن. صحابه میگفتن این چه دعایی است؟ جهاد در راه خدا میخوای، شهادت در راه خدا، بعد میگی دفن در شهر پیامبر؟ خود جهاد خب باید برید دور. گفت من خودم میدونم چی میگم. وقتی که خنجر خورد پسرش عبدالله، پسر بزرگش رو فرستاد، گفت برو خدمت مادرمون، مادر مؤمنین عایشه صدیقه طاهره رضی الله عنهما، سلام منو بهش برسون. بگو که بابا سلام میرساند. بابا یک تقاضایی دارد. وقتی عبدالله رفت رضی الله عنهما خدمت ام المؤمنین عایشه، گفت یا امه السلام علیکی. وقتی سلام کرد، سلام باباشم امیر المؤمنین رسون، گفت بابا گفته که این ضربه‌ای که خوردم احتمال میدم که ضربه شهادت هم باشه. یه تقاضایی دارم، اگر بزرگواری بکنید
اگر نکنیدم لا حرج. گفت تقاضای امیرالمومنین چیست؟ گفت تقاضا دارد که اگر شما بزرگواری بکنید کنار شوهر شما رسول الله صلی الله علیه وسلم و کنار پدر شما ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حجره شما و غرفه شما دفن بشود. اونجا حق شماست، غرفه شماست. آیا اجازه میدید که من اونجا دفن بشم در کنار شوهر و پدرتون؟ عایشه رضی الله عنهما فرمود که من همیشه میشنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمود دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر، فعلت انا و ابوبکر و عمر. رفتم من و ابوبکر و عمر، آمدم من و ابوبکر و عمر، خارج شدم من و ابوبکر و عمر، این کار کردم من و ابوبکر و عمر. همش ذکر خیرش میکرد. من اجازه میدم که امیرالمومنین اینجا دفن بشود، من خودم در قبرستان مسلمان ها دفن بشوم. بابا رو اینجا بیارید دفن بکنید. نفرین ها کارساز نیست. نفرین ها درجاته. بزرگواری است. هرچی انسان در راه خدا بیشتر متحمل بشه اذیت و آزارها، این درجات ها میره بالا. ما نمیدونیم حرف شما انسان بی تقوایی مثل شما باور بکنیم یا حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم که میگه که از هر راهی که عمر انتخاب بکنه از اون راه ابلیس نمیتونه تو اون کوچه و اون مسیر روبروی عمر بشود رضی الله عنه. ما هیچ موقع دروغهای شما برای ما قابل باور نیست. شبکه های فساد اخلاقی هم وجود دارد که تو خانه ها رخنه کردن. 1000 کانال، 2000 کانال امثال فارسیوان و کانال های رقص و بیشرم و حیایی و مبتذل، کانال های خوب است که آموزش قرآن هست، سخنرانی دینی هست به زبانهای مختلف، به زبانهای عربی شبکه های خوب هست، به زبانهای فارسی شبکه های خوب هست. من نمیگم ماهواره بده. پیامبر صلی الله علیه وسلم 1400 خورده سال این آیه رو تفسیر کرد و 3 بار یک جمله تکرار کرد، فقط تأکید میکرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در مقابل دشمنان هر چی قدرت دارید بگیرید، آمادگی دارید بگیرید تا کم نیارید، قوی باشید، مسئول باشید. 3 بار پیامبر قوت رو تو این آیه تفسیر کرد به پرتاب. الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي. آگاه باشید مسلمانا که قدرت یعنی پرتاب، پرتاب، پرتاب.